بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی رحمت. سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان رادیو مهر، همراهان عزیزی برنامه حدیثی رحمت. آریا سهراب هستم و خوشحالم که بار دیگر در این ماه شریف لحظات را مهمان شما می شوم، البته به شکل مجازی. امیدوارم حال همه عزیزان خوب باشد و خداوند بر تنتان لباس عافیت و سلامتی پوشانیده باشد. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هموطنان، برادران و خواهران گرامی، خواهشمندم که در شرایط کنونی که ویروس کرونا و کووید 19 در کشور در حال پهن‌شوی است، تا می توانید از حضور در مکانهای عمومی و اجتماعات مختلف مثل مهمانی ها، جلسات گوناگون کاری و غیر کاری خودداری نمایید. ما می توانیم این با هم بودن ها و جلسات را از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی و تماس های تصویری برقرار نماییم. امید است که به زودی از شر این ویروس خلاص شویم. از آداب ماه رمضان تمرین بندگی خداوند است و بهترین حالت بندگی خدا نماز است. چرا که نماز گفتگوی راز است و برآوردن نیاز. راز بزرگ بندگی و نیاز و سخن گفتن با هم صحبتی که در صحبتش ملال نیست و آنچه از این همدمی به دست می آید جز شیرینی و راحتی و آرامیش نیست. در برنامه امروز استاد هم به اهمیت نماز با استفاده از حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می پردازند. با ما همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. حدثنا ابو عبد الرحمن حدثنا سعید حدثني كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه احمد. امام احمد بن حنبل در کتاب خود مسند حدیثی را
تحت رقم 6288 از عبدالله ابن عمرو رضی الله عنه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که آن حضرت روزی یادی از نماز کردند و فرمودند: کسی که بر نمازش مواظب باشد، نمازش برای او در روز قیامت نور و برهان و نجاتی باشد، و کسی که مواظب نمازش نبود، برای او هیچ نوری و برهانی و نجاتی نباشد و او در روز قیامت همراه قارون و فرعون و هامان و ابی بن خلف باشد. نماز یکی از مهمترین اعمال و روشنترین شعائر اسلامی است، به حدی که در تعریف مصداقی اسلام بعد از شهادتین قرار دارد. علاوه بر آنکه نفس نماز خواندن در اسلام از موضوعیت خاصی برخوردار است، اما مواظبت بر نماز از موضوعیت بیشتری برخوردار می باشد. دقت بر نماز و مواظبت بر آن چنین است که نمازگزار آداب و شرایط و ارکان و خصوصیات نماز را حفظ کند، آدابی که هم ظاهر نماز را از آنچه مایه فساد است حفظ می کند و هم روح نماز را که حضور قلب است تقویت می نماید و هم موانع اخلاقی را که سد راه قبولی نماز است از بین می برد. امام محمد غزالی رحمت الله علیه می نویسد: اصل روح نماز خشوع است و حاضر بودن دل در جمله نماز، که مقصود نماز راست داشتن دل است با حق تعالی و تازه کردن ذکر حق تعالی بر سبیل هیبت و تعظیم، چنان که حق تعالی گفت: و اقیم الصلاة لذکری، نماز به پای دار برای یاد کرد مرا. و رسول صلی الله علیه و آله گفت که بسا کسی که نصیب وی از نماز جز رنج و ماندگی نیست، و این آن بود که به کالبد نماز توجه کند و به کالبد نماز کند و به دل غافل. و گفت: نماز چنان کن که کسی را وداع خواهی کرد، یعنی خود را و هوای خود را وداع کن، بلکه هرچه جز حق است آن را وداع کن و همگی خود به نماز ده. و برای این بود که عایشه رضی الله عنها میگوید که رسول علیه السلام با ما حدیث می کردی و ما نیز با وی. چون وقت نماز در آمدی گفتی که هرگز ما را نشناخته است، از مشغولی که بودی به عظمت حق تعالی. و علی رضی الله عنه چون در نماز خاستی شد لرزه بر وی افتادی و گونه بر وی بگشتی و گفتی: آمد وقت امانتی که بر 7 آسمان و زمین عرضه کردند و ایشان طاقت آن نداشتند. این بود سخنان امام غزالی. نماز زمانی درست و مقبول هست و در روز قیامت برای صاحب خود نور و برهان و نجات خواهد شد. زمانی این اتفاق می افتد که نماز درست و صحیح باشد و این مطلب گواه است بر این که اعمال انسان در جهان دیگر تجسم پیدا می کند. البته آثار وضعی نماز تنها در جهان دیگر محدود نمی شود، بلکه در این جهان هم به نمازگزار نورانیت می بخشد.
اگر این موضوع را که چه کسانی از نظر قرآن در روز قیامت صاحب نور می شوند مورد بررسی قرار گیرد، با کنار هم گذاشتن اوصاف آنان می توان فردی را که به نمازش مراقب و مواظب است تشخیص دقیق تری داد. کسانی که نماز بخوانند ولی مراقبت و مواظبتی بر آن نداشته باشند در روز قیامت نه نوری، نه برهانی و نه نجاتی دارند و بدتر از آن همراه 4 نمونه بارز کافران و معاندان درگاه الهی، یعنی قارون و فرعون و هامان و ابی بن خلف، در جهنم قرار گیرند. مستحضر هستید که قارون فرد پولدار و ثروتمندی بود در زمان موسی علیه السلام که به خاطر تکبر و خداستیزی و پیغمبر ستیزیش زمین او را درکشید و به جهنم رهسپار شد. فرعون پادشاه و ملک مصر در زمان حضرت موسی علیه السلام بود که ادعای خدایی نمود و به حکم قرآن وارد جهنم شد. هامان وزیر و کمککار فرعون بود که در ترویج کفر و بسترسازی ادعای خدایی فرعون نقش اساسی داشت. ابی بن خلف از سران مشرکین قریش در زمان رسول خدا علیه السلام بود که در جنگ احد به دستان پیامبر صلی الله علیه و آله کشته شد و جهنمی گشت. با بررسی ویژگی‌های آن 4 کافر جهنمی میتوان پی برد کسی که در وجودش ویژگی‌های یکی از آن 4 نفر غالب باشد، همان ویژگی باعث عدم توجه به نماز و یا عدم مراقبت و مواظبت بر صحت نماز خود بوده است. و در پایان این نکته را هم بگوییم که حدیث شریف بندگان خدا را به عبرت گرفتن از سرنوشت گذشتگان دعوت می کند. امیدواریم خداوند همه ما را از نمازگزاران قرار دهد و ما را توفیق دهد که بر نماز خود مواظبت و مراقبت داشته باشیم و نمازمان را حفظ کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر بسیار از استاد نصیب الله عمرو و شما عزیزان همراه. خدایا به من بیاموز جوانه زدن را، ای تواناترین، تواناییم ده برای سپاسگزاری. پرواز را به من بیاموز، با من باش تا به تو نباشم. نام تو سبزینه وجودی من است، نام تو نور است و روشنی بخش. به نام تو هیچم و به یاد تو دل مرده و تاریک. پس ای نزدیکترینم، حتی یک لحظه هم مرا به حال خود وامگذار.